بیش از 1000 کیلومتر است. صدها تیر غیب الهی در اعماق زمین آماده شلیک از دهلیزهای داخل همین پایگاه. برای همین دهها پایگاه در سراسر ایران، هر عزیز ایران بدانند که فرزندان اونها این پایگاه محل نگهداری صدها تیر رادارهای دشمن. این موشک قدر 380 این موشک‌ها حالا رونمایی میشه در مجموعه نیروهای مسلح و از جمله سپاه شبانه بدون نیاز به خروج از زیر زمین، غیب از چشم ماهواره‌های جاسوسی و دشمن ایجاد بکنن. ملقب به تیرهای غیب الهی تلاش میکنن. سپاه تصمیم گرفته تعدادی از شهرهای موشک. فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید اگر تهدیدی علیه ایران شکل بگیرد، این نیرو قادر است آنها را در دریای عمان و حتی میانه برای دفاع از این کشور و قوی شدن این کشور دارن ما یکی از دهها پایگاه زیرزمینی موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران. این البته بخشی از قدرت ماست برای دقیق‌تر شدن محاسبات دشمنان و این که دشمنان اشتباه نکنند که به خاطر اشتباهشون هم خودشون به دردسر بیفتند هم دیگران به دردسر بیفتند. ما خودمون رو داریم آماده میکنیم برای مقابله با هر دشمنی در هر مقیاسی به هر نحو و در هر جغرافیایی که خودش رو رونمایی کنه. آیا اینها پرده‌های ساخت نیروی دریایی سپاه بالای 1000 کیلومتر برد داره، یه قابلیت‌های ضد جمینگ داره. کجایی که میتواند باشد مثل این شکل گرفته. انقلاب اسلامی در سواحل جنوبی ایران.